ارمیا قاسمی بازیگر و مدل جذاب ایرانی کیه؟ آیا ارمیا قاسمی با ارسلان قاسمی بازیگر مطرح سینما پسرعمو هستن؟ ماجرای رابطه خواهر الناز شاکردوست با ارمیا قاسمی صحت داره؟ تا آخر ویدیو با ما همراه باشین تا به تمامی این پرسش‌ها پاسخ بدیم. ارمیا قاسمی بازیگر و مدل معروف و جذاب ایرانیه که در 25 مهر سال 1368 در شهر تهران به دنیا اومد. اون توی خانواده 4 نفره بزرگ شده و تنها یک برادر بزرگتر از خودش به نام ایلیا داره. پدر ارمیا تهرانیه ولی مادر اون اصالتاً از کردای کرمانشاه و ایل بزرگ کلهر هستن. ارمیا تو اینستاگرامش عکسای زیادی در کنار مادرش منتشر کرده ولی تا الان عکسی از پدرش و برادرش پخش نکرده. ارمیا 2 بار از تحصیل در دانشگاه انصراف داد. یک بار در ترم 5 رشته عمران در دانشگاه سراسری و بار دیگه در ترم دوم مهندسی معدن. همونطور که گفتم ارمیا در کنار بازیگری مدلم هست و با شرکت‌های زیادی هم تا الان کار کرده. اما ماجرای ورود ارمیا به مدلینگ جالب بوده. خود ارمیا میگه که به صورت جدی حرفه مدلینگ رو سال 1390 تو 22 سالگی شروع کردم. ماجرای ورودم به این عرصه از اونجایی شروع شد که روزی برای گرفتن عکس با آتلیه یکی از دوستانم رفتم و اون بعد از عکاسی چند تصویر منو توی فیسبوک منتشر کرد. با گذشت چند روز عکسای من لایک‌های زیادی گرفت و از چند روز بعدش بهم توی آتلیه ها پیشنهاد میشد واسه عکاسی که بعضی‌هاشون رو میرفتم. اینجوری بود که پام بر عرصه مدلینگ باز شد. ارمیا به خاطر چهره جذاب و قد و قامت بلندش تمام معیارهای یک مدل حرفه‌ای رو داره. گفته میشه قد اون حدود 187 سانتی متره. خود ارمیا درباره رشته مدلینگ میگه که به خاطر درآمد کمی که از مدلینگ توی ایران به دست میاد به این حرفه علاقه ندارم و دلم نمیخواد این کار رو به عنوان یک شغل ببینم. اون همچنین درباره کار تو مدلینگ لباس هم گفته که گاهی اوقات اگه کار خوبی باشه انجام میدم. کارهای زیادی از برندهای خوب کت و شلوار بهم پیشنهاد شد که متاسفانه به خاطر یک سری مدل توی ایران که بدون دریافت هزینه کار میکنن و برای اینکه فقط عکسشون توی ژورنال باشه و معروف بشن حتی خودشون هم هزینه میکنن من قبول نکردم چون توقع دارن که بدون دریافت هزینه کار انجام بدن. ارمیا حتی تو کار عینک فروشی هم بوده و میگه که من از سال 1387 که 19 سال سن داشتم کارم فروش عینک آفتابی بود و تا سال 1392 هم کار میکردم که در نهایت به خاطر مسائل ارزی تصمیم گرفتم این کار رو دنبال نکنم. ارمیا آدم به شدت مذهبیه و میگه که من از 15 سالگی تا به الان نشده که نمازمو نخونم و همیشه شکرگزار خدا هستم. اون همچنین برای ادیان مختلف هم احترام زیادی قائله. اون توی پیج اینستاگرامش اعیاد مسلمونا رو تبریک میگه. همچنین قبلا یه عکسی از بچگیش در کنار درخت کریسمس منتشر کرده بود و توی کپشن عکس نوشته بود که مسیح رو دوست دارم به خاطر بزرگی قلبش. کریسمس رو به تمام دوستان مسیحی و دوستان گل خودم تبریک میگم. سال خوبی داشته باشید. از اوایل سال 1392 ارمیا به دنبال علاقه خودش یعنی بازیگری رفت و مدت 1 سال و 6 ماه تو کانون فیلمسازان جوان دوره بازیگری رو فرا گرفت. فعالیت ارمیا قاسمی تو دنیای بازیگری با نقش‌آفرینی توی سریال انشینقاف به کارگردانی قاسم جعفری تو سن 23 سالگی آغاز شد. انشینقاف فیلمی بود که تو سال 1393 منتشر شد. توی این فیلم ارمیا قاسمی از طریق دستیار کارگردان به این پروژه معرفی شد و در 5 یا 6 سکانس جلوی دوربین قرار گرفت. تجربه دیگر اون تو بازیگری سریال کوبار بود. کوبار سریال تلویزیونی تو ژانر درام اجتماعی بود که کارگردانی و نویسندگی فریدون حسنپور تو سال 96 تولید شد. ارمیا قاسمی توی این سریال نقش معلم روستا رو در کنار هنرمندانی مثل پژمان بازقی، مهران رجبی، امیر نوری و ترلان پروانه بازی کرد و با این نقش تو سن 29 سالگی تو دنیای بازیگری به شهرت رسید و اسمش رو سر زبون‌ها انداخت. اولین تجربه بازی ارمیا تو یک سریال نمایشخانگی تو سن 26 سالگی رقم خورد. آسپرین یک سریال نمایشخانگی بود که در سال 1394 به کارگردانی و تهیه کنندگی فرهاد نجفی منتشر شد. ارمیا توی این سریال نقش آریا رو ایفا کرد که نامزد سابق سوگل و همکار سارا بود. اون توی این سریال تونست در کنار بازیگرایی مثل علیرام نورایی، شقایق فراهانی، سحر قریشی و شهرام قائدی به بازی بپردازه. آمستردام دومین سریال ارمیا قاسمی تو شبکه نمایش خونگی بود که تو سال 1401 به کارگردانی مسعود قراگزلو منتشر شد. توی این سریال ارمیا قاسمی نقش پدرام رو ایفا کرد
و در کنار بازیگرایی مثل شهرام حقیقت دوست، مهدی سلطانی و مهدی پاکدل به بازی پرداخت. ارمیا میگه که من همیشه دوست داشتم که نقش اول رو بازی کنم، نه نقش مکمل که فرصت دیده شدن نداره. گرچه اگر پیشنهاد نقش مکمل خوبی هم باشه بازی میکنم. ارمیا درباره ژانر نقش فیلم گفته که برای من ژانر نقش فرق چندانی نمیکنه، اما نقش‌های مثبت یک سری خط قرمزایی دارن ولی تو نقش‌های منفی آزادی عمل بیشتره. همه ما تو زندگی نقاط سیاه و روشن تو شخصیت و رفتارمون داریم و این نوع نقش‌ها دایره وسیع‌تری برای کار در اختیار بازیگر قرار میده. ارمیا در کنار فعالیت‌های بازیگری و مدلینگ سالهاست که تو رشته بدنسازی هم فعالیت میکنه و در حال حاضر مدیر باشگاه تکنیک برتر VIP. ارمیا قاسمی هنوز ازدواج نکرده و مجرده. اون تو مصاحبه با یکی از مجلات گفته که هنوز برای ازدواج آمادگی نداره و ترجیح میده تمرکز خودش رو روی کار و پیشرفت تو حرفش بذاره. ارمیا بعد از اینکه به شهرت رسید براش حاشیه‌های زیادی هم درست شد. به عنوان مثال بعضیا میگفتن که اون نسبت فامیلی با ارسلان قاسمی بازیگر معروف سینمای ایران داره و از این طریق تونسته با کمک ارسلان قاسمی به بازیگری و کارهای تلویزیونی راه پیدا کنه. این دو بازیگر تا به الان صحبتی راجع به این موضوع نداشتن، ولی ظاهرا ارمیا و ارسلان صرفا تشابه فامیلی دارن و هیچ گونه نسبت فامیلی بین اونها نیست و کاملا با هم غریبن. مدتی قبلا شایعه‌ای راجع به ارتباط ارمیا قاسمی با لیکا شاکردوست خواهر الناز شاکردوست منتشر شده بود که ارمیا توی پاسخ تمام شایعات رو رد کرد و گفت که چندین بار تو کارهای طراحی لباس با هم همکاری داشتیم و این باعث سوء تفاهم شده بود. نکته جالب ماجرا اینجاست که ارمیا رابطه نزدیکی با برادر الیکا و الناز شاکردوست یعنی علی شاکردوست داره و شاید این حاشیه به پشتوانه این آشنایی خانوادگی هم بوده که مطرح شده. ارمیا آدم به شدت سختگیریه و هر پروژه کاری رو قبول نمیکنه. اون میگه که خیلی از دوستان رو دیدم که توی صنعت مد و یا بازیگری وارد شدن اما اتفاق خاصی براشون نیفتاد. از طرفی حضور توی هر کاری به عنوان رزومه اون فرد حساب میشه. به همین دلیل دوست داشتم رزومه خوب و قابل دفاعی داشته باشم. ضمن اینکه تو صنعت مدلینگ هم شناخته شده بودم و به همین خاطر دوست نداشتم توی هر کاری که پیشنهاد میشه حضور داشته باشم. ارمیا به شدت علاقه داره تا یه روزی کارگردان بشه. اون در این باره میگه که قطعا دوست دارم که روزی خودم فیلم بسازم. البته از ساخت فیلم کوتاه آغاز میکنم و خیلی دوست دارم تجربه این کار رو پیدا کنم. در کنار بازیگری هم عکاسی میکنم اما ترجیح میدم توی این زمینه تجربیاتی کسب کنم و بعد به سمت کارگردانی برم که قطعا باید دوره آموزشی این رو هم بگذرونم. درباره علاقه شخصی ارمیا قاسمی هم باید بگم که رنگ مورد علاقه اون رنگ سبزه، درست مثل رنگ چشماش. تقریبا از تمام غذاها خوشش میاد و آدم بدغذایی نیست. به کتابخوانی هم علاقه داره و کتابای روانشناسی و رمان میخونه. خواننده مورد علاقه‌ش هم فرزاد فرزینه. ارمیا قاسمی متاسفانه تو سال 1395 مادر خودش رو بر اثر بیماری از دست داد. اون به شدت به مادرش وابسته بود و در این باره میگه که مادرم رو بسیار دوست داشتم و عاشقش بودم. ما مثل دوستان صمیمی با یکدیگر بودیم. متاسفانه تو سال 95 به علت بیماری اون رو از دست دادم. مادر ارمیا شیدا قبادیان کلهر نام داشت و تولد ایشون هم 13 مهر بود. ارمیا هر ساله عکسای زیادی رو از خودش در کنار مادرش و هر از گاهی هم عکس قبر مادرش رو توی اینستاگرام منتشر میکنه تا به نوعی یادی از مادرش کرده باشه. اون توی اینستاگرام عکسی از 2 تا عروسک رو منتشر کرده و توی کپشن عکس هم نوشته که هدیه مادرم به دخترم. مادرم، نه تنها یادت بلکه آرزوهایت هم با من است. این هدیه‌ای است که به امانت برای دخترم داده بودی. ارمیا فعالیتش توی اینستاگرام رو در 8 آپریل 2013 مصادف با 19 فروردین سال 92 آغاز کرد و در حال حاضر بیش از 300,000 فالوور داره. پروفایل اینستاگرام ارمیا به احترام مادرش ترکیبی از نقاشی تصویر اون و مادرشه که از این پروفایل میشه فهمید چهره ارمیا شباهت زیادی مادرش داشته. ارمیا به شدت انسان حیوان دوستیه و حیوانات خانگی زیادی هم داره. اون تو اینستاگرام عکسای زیادی از خودش در کنار حیوونا میذاره. اون علاقه داره تا روی حیوانات خونگیش اسم بذاره. به عنوان مثال اون یه گربه به نام کوکو داره. اون حتی یه پیج اینستاگرام برای حمایت از حقوق حیوانات تشکیل داده و فالوورای زیادی هم داره و توی اون پیج آگهی‌های واگذاری گربه و مطالب حمایت از حیوانات رو منتشر میکنه. اگه دوست داری بیشتر درباره سلبریتی‌ها بدونی، لطفاً ویدیو رو لایک کن و کانال رو هم سابسکرایب کن. زنگوله اعلام رو هم فعال کن تا ویدیوهای بعدی رو بهت اطلاع بده. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.